دیدی بعضی وقتا وارد یه جمع میشی و میبینی همه دارن راحت حرف میزنن ولی تو نمیدونی از کجا شروع کنی؟ یا وقتی میخوای حرف بزنی صدات میلرزه و جمله نصفه میمونه؟ خبر خوب اینه که مشکل تو ذاتی نیست. مشکل اینه که هنوز راز فن بیان رو یاد نگرفتی. توی این ویدیو قراره بهت نشون بدم چطور با تمرین و چند تکنیک ساده حرف زدن تو جذاب و تاثیرگذار بشه. فن بیان یعنی حرفت شنیده بشه، جدی گرفته بشه و روی دیگران تاثیر بگذاره. خیلی‌ها دایره لغات خوبی دارن ولی چون بلد نیستن چطور بیان کنن حرفشون گم میشه. بعضی‌ها هم حتی چیز خاصی نمیگن ولی چون درست حرف میزنن همه گوش میکنن. پس نکته اصلی چیه؟ مشکل چی میگی نیست. مشکل چطور میگیه. فن بیان خوب باعث میشه تو جمع اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی، مخاطب تو رو جدی بگیره و حتی روابط و فرصت‌های کاری و اجتماعی بهتر بشه. اشتباهات رایج توی فن بیان چیه؟ اول، تند حرف زدن. وقتی خیلی سریع صحبت میکنیم مخاطب فرصت پردازش نداره و حرف ما منتقل نمیشه. دوم، مکث نکردن. خیلی‌ها فکر میکنن مکث یعنی تردید، اما مکث کوتاه قبل یا وسط جمله باعث میشه جمله‌ها روانتر و قابل فهمتر شنیده بشه. سوم، صدای یک نواخت یا بی انرژی. اگر صدا بدون تغییر تون یا انرژی باشه مخاطب حوصلش سر میره و تمرکز از بین میره. چهارم، استفاده زیاد از اهم، این، خب. این کلمات باعث میشن جملات کمتر جدی و کم اعتبار به نظر برسه. حالا چند تا تمرین عملی برای تقویت فن بیان. اول، آروم و با ریتم مناسب حرف بزن. نه خیلی تند و نه خیلی کند. جمله ها رو با ریتم طبیعی بیان کن تا راحت تر شنیده بشه. دوم، مکث کوتاه بین جمله ها. مکث به مخاطب فرصت میده حرفت رو پردازش کنه و به تو حس اعتماد به نفس بیشتری میده. سوم، جملت رو کامل بگو. حتی اگر ذهنیتت پر از نکات جزئیه، جمله اصلی رو کامل بگو و اجازه نده جمله نصفه بمونه. چهارم، تمرین با آینه یا ضبط صدا. وقتی خودت رو میبینی یا صدات رو میشنوی، راحت‌تر میتونی اشکالاتت رو پیدا و اصلاح کنی. این تمرین‌ها حتی 5 تا 10 دقیقه در روز هم میتونن تأثیر قابل توجهی روی فن بیان تو داشته باشه. حالا 3 تا تمرین کوتاه برای هر روز. 1 دقیقه صدای خودت رو ضبط کن و گوش بده. مکث‌های کوتاه بین جمله‌ها رو تمرین کن. یک جمله مهم رو با انرژی و تغییر تون صدا بیان کن. این تمرین‌ها به مرور اعتماد به نفس، روان بودن و جذابیت صحبتت رو بالا میبرن. یادت باشه، فن بیان ذاتی نیست. مهارتیه که با تمرین و آگاهی به دست میاد. با رعایت نکات ساده و تمرین روزانه میتونی طرز حرف زدن تو و تأثیرت روی دیگران رو متحول کنی. اگر از این ویدیو خوشت اومد و میخوای تکنیک ها و تمرین های بیشتری برای تقویت فن بیان و اعتماد به نفس یاد بگیری، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن تا هیچ ویدیو مفیدی رو از دست ندی.